خب دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدین با یک از ویدیوهای آموزشی دیگر. در این ویدیو میخوایم در مورد دانشگاه یزد، در مورد بورسیه دانشگاه یزد معلومات بدیم و معلومات بدیم که چگونه در این ویدیو بورسیه ثبت نام کنین و اپلای کنین. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین و لایک و کامنت یادتان نره. خب دوستان، در قدم اول میایم در سایت دانشگاه یزد که من در قسمت پایین در قسمت کپشن میذارم لینک دانشگاه را و در اینجا شرایط پذیرش دانشجو که این شرایط ها رو مطالعه کنید و در قسمت رشته های دانشگاهی هستم یک فایل پی دی اف داره، هزینه ها و رشته های تحصیلی، میتونید اینا رو نگاه کنین و دانلود کنین بخوانید. خب این بورس شهری تحصیل دانشجویان را پوشش میدهد. خب دوستان ببین گفته چند تا نکته خیلی ریزی داره، خب باید توجه کنیم. در قسمت اول که این که شما در دانشگاهی از وقت ثبت نام میکنین اونجا باید ذکر کنین که من مثلا میخوام بورسیه بگیرم و باید با اینجا نوشته با توجه به سابقه تحصیلی و وضعیت علمی متقاضی، یعنی شما باید نمراتون خوب باشه و بعضی از مدارک مثل فعالیت‌های فرهنگی، مثل فعالیت‌های ورزشی و تقدیرنامه اینا داشته باشین، نشان میده که شما مثلا یک شخصیتی خوبی هستید یا و فعالی هستین در جامعه از لحاظ علمی، از لحاظ تحصیلی اینا. بعد حالا گفته بورسیه محدود می باشد و این بورسیه فقط شهریه رو شامل می باشه، شهریه تحصیلی رو شامل می باشه. و خب دوستان همونطور که دیدین اینجا سوابق تحصیلی و وضعیت علمی مهمه و این بورسیه رو گفته شهریه رو فقط شامل میشه. خب ما روی لینک ثبت نام کلیک میکنیم. خب دوستا اینجا در بخش ثبت نام هم ببینید زبان فارسی هم داره، میتونید اینجا مستقیم فارسی رو بزنیم و با زبان فارسی باشیم. خب مراحل ثبت نام هم اگر خواستین اینجا هست میتونید نگاه کنین. خب دوستان عزیز وارد صفحه شدیم. در قسمت اول صفحه اینجا آخرین تاریخ ثبت نام برای ما زده و اینجا رشته های جدیدی دانشگاهی از هزینه ها هم زده، میتونید کلیک کنید بخونید. و در قسمت پایین هم شرایط و مراحل ثبت نام هست و اینجا یک راهنمای گام به گام برای شما گذاشته و در اینجا چند تا نکته داره. نکته اولی که گفته دانشگاهی در سال تحصیلی 405 تعداد محدود بورس اعلان کرده، یعنی بورسیشون محدوده که فقط شهریه تحصیلی را پوشش میده. و اینجا گفته که وسایر هزینه ها از قبیل اسکان و غذا و بیمه درمانی به عهده دانشجو است، یعنی فقط شهریه را بورسیه شامل میشه. و نکته دوم که اینه که بعد از اینکه شما در دانشگاه یزد در سامانش ثبت نام کردین باید کد ادب هم بگیرین که ما در قسمت سامانه ادب هم یک ویدیو گذاشتیم، میتونین در کانال ببینین و اگر کدام مشکلی داشتین اونجا مراجعه کنین. خب ما میریم سراغ آموزش. اینجا یک اکانت میسازیم، اینجا نام خودم میذاریم و قسمت دوم نام خانوادگی رو میذاریم. اینجا یک کلمه عبور که ایمیل خود وارد می‌کنیم و اینجا هم یک کلمه عبور یا رمز ایجاد میکنیم. مثلا خب دوستا اینجا اکانت ما درست شد. حالا میریم در ایمیل خود و لینکی که برای ما روان کرده اون رو کلیک میکنیم که اون لینک فایل سازی است و از طریق از وارد میشیم. خب دوستا وارد سامانه شدیم. اینجا قسمت ثبت نام درخواست جدید میذاریم. خب دوستا وارد صفحه ثبت نام شدیم. در قسمت اول نام به انگلیسی و نام میانی و نام خانوادگی هم به انگلیسی خواسته و در قسمت دوم
به زبان فارسی خواست. خب دوستان، در این قسمت نام پدر، نام مادر، تاریخ تولد، کشور، شهر، جنسیت، وضعیت تأهل و تعداد فرزندان این مابقی را خانه‌پری میکنیم و وارد مرحله بعدی میشیم. دوستان عزیز، مرحله اول انجام دادیم، خانه‌پری ها را انجام دادیم، وارد مرحله دوم شدیم. مرحله دوم اینجا باید مقطعی که شما میخواین درخواست بدین انتخاب کنید. مثلا من کارشناسی میزنم، اینجا دو تا رشته رو میتونیم انتخاب کنیم که اولی عمران است، دومی معدن. و در این قسمت دوستان شما دقت کنید که شما اینجا باید بورس تحصیلی رو انتخاب کنید، یعنی بازدید کوتاه مهمان رو نزنید، جاش بورس تحصیلی رو بزنید. و در اینجا گفته دلیل انتخابتون دانشگاهی است. دلیل خود اینجا باید ذکر کنید که چرا دانشگاهی است. خب دوستان، وارد مرحله سوم شدیم. اینجا هم شما سوابق تحصیلیتون رو وارد میکنید که من کارشناسی زدم، باید سوابق تحصیلی بخش دیپلم رو باید خانه‌پری کنید. خب دوستان، وارد مرحله گام چهارم شدیم. اینجا باید زبانهایی که مسلط هستیم رو انتخاب کنیم. بخش اول زبان فارسیه که ما میزنیم زبان مادری، خواندن اینا رو هم انتخاب کنیم. خب دوستان، بخش پنجم شما باید معرف یا داور، اینجا گفته کسی که شما رو ثبت نام میکنه، اینجا باید مشخصاتش رو بنویسید. یا اگر خودتان ثبت نام میکنید مشخصات خودتان رو بنویسید. در بخش گام ششم اینجا دوستا شما گفته کتاب و مقاله اگر دارین اینجا وارد کنید. در بخش گام هفتم دوستا اینجا گفته اگر دوست آشنایی در ایران دارین اینجا مشخصاتش رو پر کنین. اگر ندارین هم میتونید به گام بعدی برین. خب ما نمیذاریم، بریم به گام بعدی. خب دوستا، در گام آخر، در گام نهم اینجا مدارک شما خواسته که از قبیل عکس و امضا و کپی پاسپورت و مدارک تحصیلی و ریزنمراتتان میباشه که اینا را آپلود کنین و در قسمت آخر اینجا بعدی رو بزنید. خب دوستا، در بخش گام آخر اینجا اطلاعات شخصی خود نگاه کنید، بخش رشته های خود که انتخاب کردن نگاه کنید و سوابق تحصیلیتون و میزان تحصیلاتون بر زبان هایی که انتخاب کردین و اطلاعات کسی که شما ثبت نام کرده اینا رو نگاه کنید. و در قسمت گام نهم که شما مثلا فایل اینا رو وارد کردین نگاه کنید که کدامش وارد کردین کدامش وارد نکردین. همه اینا رو نگاه کنین، چک کنین. وقتی چک کردین در قسمت پایین من گزینه‌ای که اطلاعات وارد شده مورد تایید اینجا می باشد در انتخاب کنین و تایید و ثبت نهایی رو میزنین. خب اینجا هم گفته که مثلا اینجا بعد از اینکه شما تایید و ثبت نهایی رو زدین مشخصات شما در سایت ثبت میشه و برای شما ایمیل در صورتی که پذیرش شدین، در صورتی که قبول شدین به شما ایمیل خواهد آمد. خب دوستان عزیز، زمانی که شما تایید و ثبت نهایی رو زدین بر شما ایمیل خواهد آمد و انشالله که همه تان در مقطع و رشته‌های تحصیلی که انتخاب کردین کامیاب شوین. و رسیدیم به پایان این ویدیو و امیدوارم این ویدیو آموزشی بر شما مفید بوده باشه. و در قسمت آخر بازم اگر کانال ما سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین و اگر پیشنهاد و انتقاد چیزی دارین لطفا کامنت بذارین و اگر ویدیو خوشتان آمد لطفا لایک کنین و بر دوستانتان هم بفرستین و معرفی کنین. و در قسمت پایین من شماره و واتساپ خودم میذارم، اگر مشکلی داشتین هم میتونین در قسمت واتساپ برام پیام بذارین، انشالله پاسخگو خواهم بود. شما را به خداوند پاک و منان میسپاریم.